سلام و درود، خوش اومدید به کانال زدیکسم. آقا حالتون چطوره؟ بچه ها، من با یکی از این یوتیوبرهای خیلی خفن خیلی رندوم آشنا شدم و اینجا یه آدمه به من گان خفن داد و دمش گرم. خدا وکیلی این یوتیوبرها باید واقعا حقشونه. واقعا این درآمدی که دارن حلاله. خب اینجا نفر اولو زدیم، نفر دوم یه مقدار سمج بود. اولش یه مقدار دمیجش کردیم، اومد پایین مدیک زد، الان میاد بالا میزنیمش. اون پشتم رفیقم خودش انمی داره، این یوتیوبری که خیلی کارش درسته. اون پشت انمی داره، ما نمیتونی بریم سمتش چون ما خودمون انمی داریم. الان میرم سمتش. اینجا یه مقدار ما لوت میکنیم، یه چیزایی برمیداریم تا میریم پایین و میگردیم دوباره یه ماشینی که بریم سمت سیف زون. برای من این پایین یه چند تا گان اوکی میکنه، ولی خب من دانلود نداشتم، چند تاشون رو برمیدارم، میگم دانلود ندارم دوباره میندازم. به ما اون 117 خفنش هم میده، 117 خفن میده. در ادامه تو ماشینش هم خیلی باحاله، ماشینش هم درجه 1. البته ماشینشو دانلود نداشتم، ماشین هم دانلود نداشتم. دم یوتیوبر گرماجی خیلی به ما کمک کرد. اینجا یه 117 به ما میده، تو ماشین با 117 یکی رو میزنم در ادامه و چند تا هم اسنایپ با تندرا چند نفر رو میکشم. خیلی باحال و خفن. من باهاش صحبت میکردم، میگفتش که این تندرا هم متیک بود، ولی خب من دانلود نداشتم، نه کیل افکتش برام اومد نه خود گان برام اومد. ولی خب من با همون عادی زدم. این 117 هم چند وقت پیش دانلود کرده بودم دیگه داشتم. Só quero a de 14, a xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje. Eu só quero a de 14, eu só quero a de 14, a xereca apertadinha que vai me dar bucetão hoje. خدا وکیلی شما ماشین نگاه کن، ماشین نگاه کن. با اینکه خیلی خفنه و دانلودش ندارم ولی باز خوشگله و درجه 1. سرعتش خیلی بالا بود، من هر کار میکردم نمیتونستم بگیرمش. هر کار کردم اصلا میرفتم تو در دیوار. اینجا یکی با 117 میزنم رو ماشین، ولی خب زیاد خوب نیفتاده. و اینجا میسالی با کریم یه میس خوشگل میده. بس کن میسالی، بس کن. و تو این ویدیو میشه پی برد که آقای زدیکسمیر باطلی دوم هستش. اینجا مثل این که آقای دوست از یوتیوبرمون یه مقدار دمه شده بود و ما گفت یه مدیک بذار. ما بیشتر تو این ویدیو وردستی بودو تا پلیه. آقای یوتیوبرمون ماشاءالله انقدر پلیر بود که ما اصلا گم شدیم. اینجا ماشین رو گرفتم دستم، اصلا تو در دیوارم به قدری سرعت داشت. اینجا آقای تندرا میده، دانلود نداریم ولی باش 2 نفر رو میزنیم. یه جون دلم از جلو در میاد، یه از پشت سنگ میاد بیرون، به ما رو میفرسته. البته آقای یوتیوبرمون میزندش، بعد پلاک ما رو میزنه. اینقدر خفه هستش. Ela bate no peito, ela fala que é braba. Vamos ver se tu aguenta. Sequência vai tomas, 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 vai tomas, 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 vai tomas.
اینجا یه اسنایپ خوشگل میزنه به طرف، ولی بعدش پشت سر که نگاه میکنی یه آرتری دسترس وایساده پشت سنگ اومد بیرون. چطوری جون دل؟ برقراری عزیز؟ و اینجا این رفیق عزیزمون میزنه میپکوندش و یه مقدار از بازیش ببینیم چقدر خفن میره پلیر. این پلیر واقعا درجه یک. Your teammate has scanned your dog tag. Wait for the revive plane. Airdrop incoming. و اینجا هد طرف رو میزنه باری کرده پسر. Airdrop will be delivered. Skill chip ready for upgrade. Ammo here. Раскудрявый, синеглазый, ходит, бродит под окном. Девчонки рассказали все истории о нем. Я сижу и все мечтаю про себя и про его. Уж и сама не знаю, сердце бьется от чего. Динамо, Динамо, прошу я у его. Меня огнем любил и все, и больше никого. اینجا رفیقمون میره جلو که راششون رو بره، یکیشون رو میزنه میندازه، اون یکی مثل که دمیجش میکنه. من با اسنایپ اومدم هیپ فایر بزنم، اینقدر باحالم من بابا. به جای اینکه شادگاه بگیرم دست اومدم اسنایپ گرفتم. اینجا هم یکی دیگه از پشت اومد ما رو بزنه، نذاشتم. این رفیقمون رو بلند کردم، هم اونو زد هم در ادامه با ما همراه بود و خیلی خیلی بازیش خفن بود واقعا. جدی این پلیرها واقعا حقشونه دیگه، همچون درآمدهای آنچنانی از یوتیوب داشته باشن واقعا حقشونه. Down to last 5 teams. The terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Only 2 teams left. Getting close to victory. The safe zone is collapsing. Мне девчонки рассказали все истории о нем. خب بچه ها، اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم لذت برده باشید. لطفاً ویدیو من رو لایک کنید، یه کامنت برام بذارید پایین ویدیو، حتما میخونم و سابسکرایب کنید.